حسن چلاب و دوستمراد شریف رو دعوت میکنم. یک کفکوبی به اختیارشون. سلامت باشید. بسیار شاد هستیم که امروز ما رو با سال نو میلادی دعوت کردید. پیش از همه با برادر عزیزم اکمل جانی جمعه شب و روز میجمع فقط دعاش میکنیم هم پنجشنبه و جمعه. برادر ما اکمل کاری همه را میکنه حل به یکم شروع مغل غم نداره در بغل برای چند کف شد کنال برای اکای اکمل من میستم رنگی هیکل. چند کس در کلیپای هیکل در کلیپای اکمل قریب سری تشید کل به یکم شروع مغل. سال نو میلادی مبارک شود و همه هنرمندان در سال نو 2021 صحت سلامتی تنیسیت سرودهای تر و تازه ایجادیات‌های نو به نو و مردم شریف تاجیکستان خانه آباد تنیسیت لبای پر از خنده آرزومندم. کسی که در سال 2020 به آرزو و موفقیت‌هاش نرسید خدا جان در سال 2021 با سرودهای تر و تازه‌اش بدین مردم راه یابد. سال نو میلادی خورسندی آرد شادی. همه شما را دوست می‌دارم. I love you. زنده باشید. تشکر زیاد. کفکوبی به افتخار استادان. بله رفتیم صحنه یک همسایه داره من قوایمه را دوست می‌دارم ایلوی توبه است. هر بردخ بعدی مال پادر یکنی برو اومده میگه که در پشت خونم خستم 70 تا سگ جنگ داره 70 تا. همسایه دیگری میگه گوش کن ما هم اگه 500 نفر اهالی بی 70 سگ اگه جمع میگه 70 سگ بود. میگه اکا ما این کودار زندگی میگه 50 تا بود. باید سوتا بکنم میگه اکا هیچ باوری مونه میوخینه اکای اکمال نه اکای دوستمراد نه اکای کی نه اکای سگای همه رو نمبر میکنه میگه اکا خودتون بکشین که ای 7 سگ کمش نمیکنم. نسلا میره 7 سگ بوده. اینم همسایه ما اینو اومد در واهیمت ترایت تر سگ بزنیده همسایه ما همسایه بهتر نیست اصلا ما سویه این عروسا فقط از پس میپویه. رفته سرودی همسایه. همی همسایه ای ما او آدمی خوب نیست دوستم پول داده ما غرغر کرده از پیدست. همی همسایه ای ما عجایب یک فعل داره ای پل بته گفته را آه بیزار کرده مرا. آخی مرا همسایه چی با تهمت میکنی قرضه گردانده دادم عجایب گپ میزنی. همی همسایه ای ما 200 سامان قرض داره یگم کار نمیکنه یه روزی دراز بکاره. همی همسایه ای ما یک تا لکسوس خریده مرا مزم گریخته دولینیم بلنده. همی همسایه ای ما کینه بدل میگیره ای رشک و بخیلی را کدام روز میبره. همی همسایه ای ما در کیسش میلیون داره اسب و ماشینی بسیار خروس و مکیون داره. ای خفه نشه همسایه ای دایم زغزغ میکنی سهر روز نشیده کی آه در ما تق تق میکنی. همی همسایه ای ما با 2 تا زن داره 2 تا در دوشنبه 3 تا در قرغن داره. همی همسایه ای ما روزی درست پیانه در بغلش ودکایو نوسایو افیانه.